کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 14 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 18:20 نجات بخشان نوبردار از ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت توسط دوربین مشاهده کردند که یک نفر هنگام آبازی در بر تاجیک در نزدیکی آسایشگاه ساحل به یک منطقه خطرناک شنا کرده الکای غرق شده ایستاده است. نجات بخشان به طور فوری خود را تا جای حادثه رسانده این نفر را از گرداب بیرون کشیدند. این نفر یک جوان 20 ساله از ناحیه ظفرآباد بوده است. بعد رسانیدن کمک اول طبی او از رفتن به بیمارخانه دست کشیده است. چند روز پیش کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از نجات یک نفر خبر داده بودند که در حوض چهارباغ در کنار دوشنبه از ساحل خیلی دور شنا کرده غرق شده بود. ولی در چنین موردها برای نجات انسان از غرق شوی سخن درباره ثانیه‌ها می‌رود و متاسفانه نجات بخشان نمیشه قادرند به کمک غرق شدگان برسند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده قبلا خبر داده بود که روز 12 ایون سال 2023 به علت رعایت نکردن قاعده‌های آبازی در دریای سیر ساکن 41 ساله نوحه اسپیتامین ولایت سوخت غرق شد. همچنین در این روز یک ساکن 34 ساله نوحه دنغره ولایت ختلان هنگام آبازی در آبنبار نیروگاه سنگتوده به هلاکت رسید. به حساب این نهاد از اول سال تا 12 ایون سال 2023 در جوی و کانال‌ها و دریاها و حوض و کوله‌های تاجیکستان 56 نفر هلاک شدند که 33 نفر آنها را کودکان و نابالغان تا سن 16 تشکیل می‌دهند. در نیمه اول سال 2022 در آب‌های تاجیکستان 84 نفر از جمله 38 نابالغ غرق شده. در دوام سال 2022 شماره غرق شدگان در عموم 160 نفر را تشکیل داد که از این شمار 80 نفرش کودکان و نابالغان تا سن 16 بودند.